زمانی که عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به شهادت رسیدن و مراسم تکفین ایشان انجام شد، علی رضی الله تعالی عنه آمد و در کنار جنازه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ایستاد. هنگامی که دست عمر فاروق از دنیا قطع شده، علی رضی الله تعالی عنه فرمود خدا بر تو رحم کند و تو را مغفرت بکند. با خدا قسم دوست داشتم که نامه اعمال من مثل نامه اعمال عمر فاروق رضی الله تعالی عنه می بود. و من این جمله را از رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد میشنیدم که همش پیامبر تعریف میکرد که من و ابوبکر و عمر به فلان سفر رفتیم، از فلان منطقه رفتیم. یعنی همیشه در کلام خودش، در سخنان خودش از عمر فاروق و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یاد میکرد. چرا حضرت علی رضی الله تعالی عنه به نامه اعمال عمر فاروق غبطه میخوره، رشک میبره؟ مگر در نامه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چی بوده؟ رشادت بوده، دلیری بوده، خدا ترسی بوده، تقوا بوده، محبت بوده، مصاحبت با رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده که در تمام میادین جنگی دوشا دوش رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان یک حامی حرکت میکرد. حالا حضرت علی رضی الله تعالی عنه چنین اظهار نظری را داره بعد از وفات عمر فاروق و بعد از شهادت ایشان. باز ما بیایم جریانی درست بکنیم، بگیم که بله عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قاتل همسر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هست. هیچ عقل این رو نمیپذیره. همه کتب تاریخ به این اتفاق نظر دارن که فاطمه رضی الله تعالی عنها به مرگ طبیعی فوت کردن.